سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختو پاسای خانگی. ما امروز همراه زگتاف کنیم برای ماهی مبارکی رمضان. باری دیگر همه مردمی تاجیکستان را به ماهی مبارکی شریفی رمضان مبارکباد میگویم. من ما تیار میکنیم تفتیلچه برای یعنی مستوه ها قیمچه. من اینجا 500 گرم فرش گرفتم، دو دانه پیازی نانقدر کلان، نمک و بلگری کوفته شده سرخ یعنی تندش نیه. анамин барои тайёр кардани қимачи мо лозим аст. ман пиёзи блендерки майда мекунам, метавонед атёрка гузаронед, шарт не бо блендер майда карда. ман пиёзи кофта мана боли фаршомова мегирем. диҳад блендерам яъне чизи нав дар як дам ҳама чира майда мекунад. ростига диҳад кора осон мекунад. мана бо чихе приправа хоҳед ҳамроҳ кунед. ҳама маҳсулотами хушро омехта мекунем. فرش ما هم تیار. ما کوینه یک قاشق گرفته کلالچه میکنیم. دستمای تر کرده کلالچه میکنیم که شروع کلالچه شود. این طور همشه یک خیل رزمیر میکنیم. من قیمچه کلال کردم. من 32 دانه شد. ما این اول این طور مرزیلنیک میگذاریم برای اینکه شخ شود. جدا شخ شود بعد پاکت با گرفته میمونیم. اینجا 2 کیلو فرش است. از روی فرش پاکیزچی میکنیم. راستیگه بالکن مرزیلنیکم پر شد. برای همین فرش پاکیزچی کر میمونم. انشالله ماه رمضان با خیلی یک چند نمود کاکلت آیو با فرش که چی ها تر شود نشان میدم انشالله. من فرش 300 گرمی یعنی پاکیزچی میکنم. 300 گرمی همشه من اینطور پاکیزچی میکنم. من فرشه پاکیزچی کنم. من فرشه اینطور مرزیلنیک میمونم. جابکی کمتر تنوگ میکنم پاکیتنده. برای اون که هم جای کم میگیرن هم یعنی ما اینطور مرزیلنیک نگاه داریم. وقتی که گیریم با تستر آب میشه. برای اون که خیلی تنوگتر اینطور کرده. ما همشه یعنی من مرزیلنیک را میچینم. هم جای کم میگیرن نگاه کنید هم تیز آب میشه. 4 تا پاکیزچی با گرفتم. با من 600 گرم اضافه ترشی گرفتم. واسه برای فرزنده ها کاکلت میکنم. ما اینو کو میمونیم مرزیلنیک را. من فرش ما هم الکای یخ کردنیه. من فتیلچای ما هم من قیمچای ما هم تیار. ما اینا پاکیزچی کرده میمونیم. یعنی چند تا خواهید پاکیزچی کرده میمونیم. من کو اینم یک گریم استفاده می‌کنیم. چیزی خواهیم یعنی سامبوسه بمی. من قیمچکی برای ابیت یعنی مستوه تیار کنم. نگاه کنید قیمچه‌ها چقدر شروع ایستاده است. اکنون برای آش برگی کبابی تاک تیار می‌کنیم. یعنی ما با چی ها لازم؟ من فرش، پیاز، ملکه، نمک، مرچ زدم. من برگ یعنی برگی انگور لازم. برگی انگور ما یگان کاسبه میگیریم. من شروع تخکرگی من میچینیم. همشه یک خیر. شروع همشه یک خیر تخکرگی برای گرفتن آسان شدن. ما بولش با آبی جوش میریزیم. یعنی ما چه خواهید من میگیرید برگه. بکنید چه شروع تخکرگی. ما آبی جوش میریزیم. ولی برگامو بیندیم ملایم شد. دسته بی برگاش کلان بودم. من برای می آبی جوشم راه کنم که برگاش ملایم شود. آبی انگورموی مو پرتافته کبابمو میپیچونیم. مو برگ فرش مونده 4 کنجشک میپیچونیم. بسم الله. اینطور همشه میپیچونیم تا دو شدنی فرشمو.
من همه کبابای پیچاندم، یعنی کبابی تاکیه ما اینا کو رشته به میگذرانیم. من سوزن رشته گرفتم. من سوزن یک بار آبی جوش به انداختم که خیلی میکروباش مراد. من اینو میگذرانیم. ما جای محکم کرده که ما تک بگیریم بالا بالی هم میگیریم که چقدر یعنی کشوده نشود. بسم الله تا همشه میگذرانیم. ما شهر اسفره اینا خیلی برگی کبابی تاک میگوییم. نمیدونم دیگه شهر و ناحیه ها چیزی میگفته باشند یعنی نامشه. برای همین من خیلی زبان خودمو که اسفرگی که گفتم بسیاری ها همگون این دیگه چی میشه. خیلی همه شهر و ناحیه هر خیلی راستی کم میزنن. همشه نمیتر گذاشته خیلی یعنی شدچه میکنیم. چه خواهید خیلی آیلتان رو نگاه کنید. سحری با یعنی آش میکنن. بسیاری مردکاشا میخوان که آش تیار کنن. برای همین خیلی نگاه کرده چینی آیلتان خیلی هم به نگاه کرده یعنی شدچه کنید. من 3 شدچه یعنی تیار کردم برای آش. من از تیار میکنیم یعنی فطیر و قلمه. من 1 لیتر آب خمیر میشورم یعنی یک خمیر هم قلمه تیار میکنیم هم فطیر تیار میکنیم. و ما لازم است 1 لیتر آب ما سخت گرم نباشد. 1 کیلو آرد، نمک 2 قاشق و 10 گرم دراج گرفتم یعنی دراج تر. میتونید دراج خشک استفاده برید. الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما با فیض و برکه و آبروتیه. ما 1 لیتر آب گرفتیم. ما اکنون نمک و دراج همراه کرده رو آب میکنیم. من اکنون خمیری سخت کرد. خمیری ما هم سخت کرد تیار شد. ما 15-20 دقیقه می خمیرمویه یعنی نگاه میداریم. من خمیرموی 5 تا زوالبه تقسیم کردم. میتونید 4 تا بسته بیست داریم. من مایده بودم. من 5 تا تقسیم کردم برای کشادنش آسان شدنش. من اکنون زواله های خیلی فطیره شروع تمام میکنیم. من خمیر خوشو تونو کنم. من مسلات کردم. مسله 80% خیلی خواهید میتونید مسله روغنی گاو، روغنی خزر چه خواهید خیلی استفاده برید. ما هم جوشه شروع روغن میکنیم. شروع روغن کردم. من تیرک با ما کشیده می خمیرمویه میپیچونیم. یعنی ما همین خمیرایی که سامبوسه یعنی فطیره تیار کرده مرزینیک به نگاه داریم. به هر فطیرهش یعنی سامبوسه شروع بود. ما شروع بریده ما فطیرمویه به قسم ها تقسیم میکنیم. خیلی خواهید کلانتر، خواهید میده تر، چخیل فطیر خواهید. من 3 قسم به تقسیم کردم. ما شروع میپیچونم میکنم. فطیر کلان خواهید خیلی لیستی تفتانتون به نگاه کرده تیار کنید. کلان باشد کلان، میده تر باشد میده تر. خیلی عموما با خیلی آیلتان به نگاه کرده. امروز خواهید 2 تا فطیر یا خواهید 3 تا فطیر. برای همین من 2 تاشه میپیچونم یعنی جیلتشه تمام. برای اینکه خیلی موقع فطیر کلان تیار نمیکنم. یک تایمش افطار با مبا میشه. اینشه خیلی پیچانده با بالاش به قسم دیگه از دویم زواله همو میپیچونم. 4 دانه فطیر ما هم تیار شد. ما اینا کو پاکت کرده مرزینیک به میمونیم. گرفته خیلی شدن ما به حد آسان. پیش از افطار 1-2 ساعت پیش گرفته میمونیم. مرزینیک و شده میپسیم. من اکنون تونم میکنیم خمیری یعنی قوامه. خمیری قوامه تونم کنیم. میتونید قلم پیازدار
یعنی همون فرش که تیار کنید گوشتا چند خیلی همه خمیر تیار کنید میشه. تازه من باشم پیازدار رو و هم تو قوامه تیار میکنم. من روغن میمارم من پیاز تیار کردم. یعنی پیاز майда کردم، نمک، приправа همراه کردم. ما همین قوامو میکنیم. یعنی پیازدار میکنیم قوامه. مرزینگ و مانعی دگانچی نمیشه. شروع همه جوشه اینطور پیاز میکنیم. من شروع پیاز کردم و اینا کنتی رقبق شروع میپیچونیم. من شروع میپیچونیم. من 3 قسم به تقسیم کردم و یک تشه یک قوامه میکنیم. یعنی نانقدر قوامی کام میشه. خواهید یه تا قوامی پیازدار شد. یعنی همینطور نبا تنوگ میکنیم. باز یک ما قسمی یعنی به پیازش میکشیم تنوگ میکنیم. من 6 دانه قوامه شد. یعنی 3 تا پیازدار 3 تا ورقین. من اینو برای پختن تیار کردم کشاده میمونم. هنوز ما تنوگ میکنیم. بسم الله. خواهید همینطور پاکت انداخته مرزینگ مانید. نخواهید برای کشاده. وقتی که مرزینگ میگیرید الکی قلمی ما تیار برای پختن. برای همین من همشه من کشاده میمونم. نمیخیالم که من اونقدر بخص من راز میرشه نمیطور. من کارد میزنیم کم کم هر کجاش با استریج بیم پیچونم آسان منه پشتی سلفان کنش به هر آسان میتونید خیلی پاکیت بمونید. همشه من اینطور من استریج کرده بولی هم یعنی مرزینید با میمونم. من به پیاز استریج کریم الکی پاکیت کریم. من پیاز دارش به ما آرد زدم کشیم برای اینکه خیلی پیازنده او باشه. کشادنش کمتر شورتر برای همین آرد زدم و تنوگ میکنیم. من پیاز دارش هم من سلفان کریم. من امروزه زگتوفکای ما تیار یعنی قلمه تیار کریم فطیر تیار کریم. من فرش تیار کردیم. من یعنی قیمچه برای مستوله خیلی چخیل خواهید خوراکایی یعنی ساوس با تیار میکنین می. من کبابی ترکیه هم الکی پاکت گرفتم. من روغنی زرده من تیار کنیشه الکی نشان دادم. انا من بود زگتوفکای ما یعنی مرزیلنیک با به حد کارمه آسان میکند. وقتی خیلی دستامو بند بگهتر برای ما تیاره کنچی فکر نمیکنیم. فطیرامو هم تیار یعنی قلمه هم من سمبوسه هایم تیار کرده موندیم. شما هم حتما تیار کنید. کانالی ما دستگیری کنید پادپیساتسیا کنید یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما در ماه مبارک شریفی رمضان ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.